بسم الله الرحمن الرحیم. توصیفات علماء شیعه از عالم ربانی مرحوم حاج سید محمد کاظم حسینی رشتی اعلی الله مقامه. عالم ربانی مرحوم حاج سید محمد کاظم رشتی اعلی الله مقامه از علماء سرشناس کربلا معلا بودند و مرجعیت داشتند. افراد زیادی در محضر ایشان حضور یافته و از شاگردان ایشان محسوب می شدند. محمد نامق پاشا وکیل حکومت عثمانی در گزارش خود از حادثه هجوم نجیب پاشا به کربلا درباره مرحوم سید کاظم رشتی نوشته است: مجتهد مسلم مذهب شیعه هستند و بیش از 500 نفر طلبه در حلقه درس ایشان می نشینند و اسرار توحید را بحث و تقریر می کنند. تمام شیعیان در امر دین به اجتهاد ایشان عمل می کنند. حتی روایت است که حضرت محمد شاه ایران به اجتهاد کاظم افندی عمل می کند. محفل سید مرحوم رفع الله شأنه مقصد فاضلان و علما بود و ادیبان و شعرا در مجالس منزل ایشان حاضر می شدند. امروزه بیش از 200 نفر از شاگردان ایشان شناسایی شدند. بعضی از ایشان صاحب تألیفات و آثار متعدد هستند. بخشی از این آثار در دفاع از ساحت شیخ مرحوم و سید مرحوم اعلی الله مقامهما نگاشته شده است. افراد متعددی هم نمایندگان سید مرحوم در شهرها یا کشورهای دیگر بودند، چرا که حوزه درسی و نفوذ علمی ایشان به کربلا محدود نمیشد. همچون شیخ محمد بغدادی که نماینده ایشان در بغداد بود و میرزا حسن دهلوی حائری صاحب کتاب کشف الظلام و غشع الغمام که نماینده ایشان در عظیم آباد هند بود. در این مجال میپردازیم به برخی از توصیفات علما در وصف این سید بزرگوار. شیخ ابراهیم آل عرفان قطیفی متوفای سال 1269 قمری درباره سید مرحوم اعلی الله مقامه نوشته است: به راستی که در نزد ملاحظه بیانات این سید عالی قدر که خدا زندگیش را همیشگی کند و بیانات شیخ او مرحوم شیخ احمد، خودم بلکه دیگر علمای زمانه را به حساب نمی آورم. سید اعجاز حسین متوفای سال 1286 قمری در کشف الحجج و الاستار نوشته است: سید عامل عالم، صاحب افتخارات و بزرگواری ها، سید محمد کاظم ابن قاسم حسینی رشتی. سید محمد باقر خانساری در کتاب روضات الجنات ضمن شرح حال شیخ مرحوم اعلی الله مقامه نوشته است: شاگرد ارجمند شیخ احمد احصایی و الگوی صاحبان فهم و هوش، بلکه نور تابان دیده اش و قوت قلبش که درخشان و باشکوه است، بلکه هم پیمان او در سختی ها و رنج ها، آن کسی که همانند پیراهن است بر بدنش، یعنی سید فاضل، جامع علوم و سرآمد، دارای جلالت و دوراندیشی، فرزند عالی قدران و سرورانی که پیشوایند، آن بزرگان بزرگوار، فرزند امیر سید قاسم حسینی گیلانی، حاج سید کاظم که در تمام امور جانشین شیخ احمد احصایی است و در حائر مطهر شریف تا همین زمان پیشوای یاران و پیروان شیخ است. ملا حسن ابن محمد باقر مراغی مترجم رساله الحجة البالغه سید مرحوم در مقدمه این ترجمه به طور مفصل توصیفاتی درباره این بزرگوار آورده است که بخشی از آن چنین است: بر اهل بصیرت و طالبان معرفت مخفی نماند که در هنگامی که ریاض علوم و معارف ربانی از وزیدن بادهای سموم جهل و نادانی رو به خشکی نهاده و بر شاخسار شریعت و گلزار طریقت و حقیقت تراوت و نظارتی باقی نمانده بود، لاجرم جناب حق سبحانه و تعالی به مضمون الم تر کیف یحیی الارض بعد موتها برای اتمام حجت و اکمال نعمت بر کافه مکلفین
منت گذاشته به ظاهر گردانیدن نور عالم آرای بیت الشرف علم و معرفت و کرسی معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، قطب فلک ولایت، مرکز دائره هدایت، صاحب مکاشفات حقیقت، مقنن قوانین مذهب و ملت، غره جبهه سعادت، طره ناسیه سیادت، خلاصه اولاد رسول، نقاوه احفاد بتول، آن نور مشخص که به ادناس طبع آلوده نگشته و دامن پاکش متعلم به تعلیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، متمکن به تمکین انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، مفهوم تعویل و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه و کلوا منها حیث شئتم رغدا و مصداق تنزیل و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، مؤید به تأیید ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا و مسدد به تسدید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، مؤسس تأسیس تخصیص انما الناصب من نسب العداوة لشیعتنا، الرکن الرابع من ارکان لا اله الا الله و الشرط الواجب للتمسک باولیاء الله. به شرح وصفش اگر طی کنم تمامی عمر، به قدر ذره ز وصفش نمی رسد به تمامی. اعنی جناب زبدة الاکارم و قدوة الاعاظم، اصل المعالی و المفاخم، سیدنا و مولانا السید کاظم اطال الله بقاه و امد ظلاله علی رؤوس برایاه. شیخ عبدالله معتوق خطی متوفای سال 1362 قمری نوشته است: عالم ربانی و عارف سبحانی، احیاگر دین و رکن مؤمنین، یگانه زمانه و بی همتای روزگار، قطب آسیاب هدایت، محور کره فایده رسانی و رعایت، کاشف رموز اسرار حقیقت، آشکار کننده مبهمات شریعت و طریقت، سیدی که تکیهگاه است و ستونی که معتمد است، افتخار بزرگان سید کاظم که اصلش از رشت است و در حائر حسینی سکنا گزید و همانجا مدفون گشت. خاک او پاک و پاکیزه باد. و عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه می‌فرماید: به یقین که سید جلیل که خدا زندگیش را طولانی فرماید، در تمام امور و احوال و اقوال و اوضاعش بنای خود را بر مشایعت حقیقی و متابعت واقعی از آقایانش گذاشته است. از این رو در تمام حالاتش از او بوی ایشان استشمام می شود و خلق و خوی ایشان آشکار می گردد. آنچه بیان شد نمی بود از یم اقیانوس کمال و علم و فضل آن عالم بزرگوار اعلی الله مقامه. به راستی چه باعث می شود که پژوهشگران چشم بر این نصوص تاریخی بسته و مسیری خارج از انصاف را بپیمایند و درباره شخصیت این بزرگوار دچار قضاوت‌های نادرست گردند؟ خداوندا ما را از اهل انصاف قرار ده.